دلت درویش نکن تردید و تمرین کن، نشو تسلیم و به حریفت نکن طلا تقدیم. قلم در دست و هدف در سر دارم و بگم زمان داره مثل برق میگذره میره، میگه وقت نداری واسه هدر دادن و یه ملت پشت تو طرف دارم. پس یکم بخم بپر به سمت سختی و درد و غم و تحمل کن، برو جلو برو جلو مثل یک ببر حریفو در به در کن، توی خاک رقیبو دست به سر کن. میدونم رؤیای تو المپیکه، با تلاش و همت اونم میشه، فقط صبر میخواد و استقامت. امیدو میدم توی تکس سادم که به مشکلات میشه پشت پا زد، چون خود شده پشتوانت. پر انرژی توی تمرینات، دور از قوم و خیش و نزدیکات، از وزن زیاد و کم کردنات. میدونم که سخته ولی کم نیا، تمرین کردن توی خانه کشتی نشون میده در حال رشدی. تو ورزشکاری یا ارزش داری یا 70 میلیون ارتش داری، جز مدال طلا به هیچی فکر نکن. نشون بده تعصب و غیرت و از دست نده این فرصت و قدرت و رو کن ورزشکار حرمتو، که دیر به جنبی زود میزنن زمین ها رنگ بی زمینه که بی هدف نشی. کشورها دارن با امید و قدرت میان، واسه کشتی به یه شهرت میان و نظار که دشمن و دور بردارن، با اینکه خارجی ها پارتی دور و بردارن، ولی هر کاری دوست دارن بسار بکنن. قهرمانی مال ایران نظاره کنن. روز شماره المپیک لندن میگه کم کم زب در بزن رو تقویم و اصلا در حسرت این نباش. و گذشته ها گذشت و رفت و برد و باخت، هرچی بود تو کلکسیون خاطرات یادگار موند و حالا به فکر فردا که روی سکوی قهرمانی باشی و با افتخار و اقتدار به اهتزاز در بیاری پرچم ایران و به امید روزی که بیای دست پر و دست گل تو فرودگاه، دست گل و گردن طلا و به شهر خود. میدونم که نمیدونن قدر تو، گفتن ولی ندادن حق تو. در توان من همین قدر بود اگه گفتم طلا میخوای حقیقت بود. امیدوارم که تک تکتون موفق و خوشحال سرزنده با محبت از مسابقات المپیک لندن بیاید. اینو میگم از صمیم قلبم، اینو میگم از صمیم قلبم.